Hoshim Gadoyev, هنرپیشه و رژیسور مؤسسه دولتی تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام من در طول 55 سال چی در تئاتر و چی در کینو بیشتر نقش‌های اجرا کردم و در بیشترین نقش‌های من اکثریتش مرا میکشند. مرا در آنجا یا با یکم طرز دیگر با طرز دیگر. امروز در حیات من یک روزی هست که جناب عالی مرا از نو احیا کرد. مرا زنده کرد. یک کوچکترین خاکسارترین صنعتکار را به دربارش جیغ زده به این خیل عنوان بلندترین مرا صاحب گرداند. از زمین تا آسمان من به این کس تشکر میگویم. الها در بالای سرمان امام رحمان صحت سلامت باشد. ما همه وقت دعاگوی آن هستیم که یکی از آرزوهای بلندترین آن شخص همین راغون است که منم یکی از کوچکترین صنعتکار آرزو دارم که همین راغون خدا با این کس قوت دهد، سلامتی دهد، نیرو دهد، همین نیروگاه نارون، همین نیروگاه راغون تیار شود. در هر یک خانه تاجیک، در هر یک خانه گرمی و روشنایی را ببینیم، بشنویم و اون روز ما از زمین تا آسمان شاد و خرسند شویم. الها تاجیکستان آباد باشد. در تاجیکستان همه وقت آسمان صاف، همه وقت صلح و وحدت باشد.